خواهیم کرد. در همین میدان در بازی‌هایی که پیشتر بودند دسته منتخب جوانی 19 ساله تاجیکستان و ازبکستان با هم باز می‌دادند. در یک نسیم حمیدوف، من درباره داوران به شما چیزی نگفتم. نسیم حمیدوف در میدان است، به او حمزه شویمردانوف و جورابک صدیقوف کمک می‌رسانند. محمد توانست اینجا یک ضربه عالی زند. نهایت خوب، نهایت بازی زیبای بازیگران ما و نهایت گل. این خسرو تویروف است. این گل خسرو تویروف است که در دقیقه 38م وارد دروازه دسته منتخب ازبکستان می شود. خب فشار خیلی زیاد بود، ما این را احساس کردیم. پیشین ضربه که از جانب بازیگری ما بیژن زده شد، بسیار ازوربک کنجایف دروازه‌بان دسته منتخب ازبکستان رو سر و سیمه کرد. باید جکسی زیبا و نهایت خسرو تویروف حساب رو کشید 1-0. فکر می‌کنم که ما امروز در بازی گل‌های دیگر رو هم ببینیم. باید ببینیم بسیار خوب این دومین حالت است. حالت پیشینم اگر خسرو ضربه همون کنجی رو بعد ضربه کنجی نشان می‌گرفت، اون وقت توپ شاید همون وقت وارد دروازه میشد. ولی ببینید در بین محافظتگر و دو محافظتگر و یک دروازه‌بان توانست از همه بلند جهت و توپ رو وارد دروازه کند.